بچه ها امروز اومدیم نظره مردم رو بپرسیم که ببینیم چه نظری درباره بچه هاشون داره و آیا بچه هاشون کمکشون میکنن یا نه. با من بیارید. سلام عمو جون. سلام عمو جون، شما پسر دارید؟ پسر؟ آره بابا پسر دارم. خیلی با معرفت و مشیه. عمو جون ما باید چالش داریم. زنگ بزن به پسرت و بگو من یه جا گیر کردم، بعد بگو به زنت بگو که من میخوام بیام 5 روز پیشتون بمونم، ببینیم ریاکشنش چیه. اوکی بابا پسرای من با معرفتم. بذار من زنگ بزنم. خب بچه تو عمو جون زنگ میزنه. بچه تر آیفون ما خیلی خوبه، یه گوشی های تولید میکنه که اینجوری خیلی خوبه واقعا. گوشی های ضد ضربه، ضد آب و ضد همه چی. حتما برید بخرید. شهر نمیدونم کجا، آدرسش هم نمیدونم، فقط باید بگیرید. اوکی همین زنگ زدی. سلام پسرم، خوبی؟ خوبه. خب پسرم ما میخوام بیام 5 روز خونتون بمونم. ها بابا ولی ببخشید زن من اجازه نمیده. پسرم برای مهمتره. برو پسر نکنه تو خراب کردی همه چیز خودت، تویی که زدی